بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام برادر عزیز و ارجمند. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا علی از زاهدان، بفرمایید. علی هستم از زنبله. سلام و درود بر شما استاد انصاری، هستی محبوب اهل سنت هر بلوچستانی. سلامت باشید، بزرگوارید شما. آب دریا نجس نمی شود با آب دهن سگی، ارزش صحابه کم نمی شود با حتی فحاشی رافضی، با او سگ نور و خورشید نمی رود رو به خاموشی، ای رافضی با فحاشی برای خود جهنم را مهیا می کنی. خجالت نمی کشی رافضی، اسم پیامبر را می بری، یا بر اصحاب رسول هم توهین می کنی. دشمنی با اصحاب رسول الله رافضی داری، تو با قول الله و رسول الله بدبخت دشمنی داری. هم الله و هم رسول الله اعلام رضایت بنمودی، رافضی نادان تو آنها را کافر می‌دانی. تو از کافر کافرتری، چون ضد قرآنی، آنچه الله و رسول الله فرمودند تو مخالف آنی. مالک آسمان و زمین هست آن امام زمانی، که در داخل چاه شده سالها پنهانی. چه درد می‌خورد این امام زمان ترسو پنهانی، چه کسی زمین را داده ارث این امام زمان پنهانی. اشتباه گرفتی، صاحب شاه جمکران و سرداب هست امام پنهانی. بیچاره ترسو صاحب جان خود نیست، ز دست شده پنهانی. چه کسی باور می کند حرف این آخوند به این نادانی، باور می کند حرف او را کسی که باشد بیمار روانی. باید گفت به این آخوند چقدر عاجز ناتوانی، نداری هیچ دلیل از امام زمان، فقط میکنی رجزخوانی. فقط برای کسب شهوت و ثروت آخوند اینقدر سرگردانی، در اوهام و خیال به دنبال جستجوی آن غایب پنهانی. رافضی شعار انفسنا اهل سنت را سر میدادی، با تمام وقاحت به اصحاب رسول الله توهین کردی. اتحاد خود را با کفار ثابت کردی، دشمنی خود را با هر اهل سنت تو رابطی ثابت کردی. این مذهب ابن سبای یهودی را آشکار کردی، خجالت نمی کشی باز هم با اهل سنت اظهار برادری کردی. باز میگویی شبکه های توحیدی هستند وهابی، این را بدان همه اهل سنت جهان هستند وهابی. این 4 شبکه توحیدی هستند محبوب هر اهل سنتی، که بخواهی که نخواهی رافضی تو دشمن هر اهل سنتی. با سپاس و تشکر از برادر عزیز و گرامی. تشکر از شما برادر عزیز، تشکر از شما، زنده باشید. تشکر از شما.